بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة درس عقيدة. امروز خداوند در کجاست؟ خداوند سبحانه و تعالی در آسمان بالای عرش است. باید ما اعتقاد کنیم که خداوند در بالای عرش است. به این گفته ها دلیل قرآن و سنت است که در قرآن در 7 جای قرآن خداوند خبر داده است که او در بالای عرش است. خداوند میگوید در سوره طه آیه 5: الرحمن علی العرش استوى. خداوند مهربان بر بالای عرش قرار دارد. اینچنین سوره اعراف آیه 54 به خدا میگوید: ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى علی العرش. پروردگار شما الله است که اللهی که خلق کرد زمین ها و آسمان ها را در 6 روز، پس به بالای عرش قرار گرفت. در دیگر آیات اینچنین خدا خبر داد میگوید در سوره یونس: ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى علی العرش. در سوره رعد اینچنین الله خبر داد میگوید: الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. خداوندی که آسمان ها را به یگان استون برداشت، پس به بالای عرش قرار گرفت. اینچنین در سوره فرقان خبر داده میگوید: الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ایام ثم استوى على العرش. همانا که خلق کرد زمین و آسمان ها را و بین این دو در 6 روز و پس به بالای عرش قرار گرفت. آیات ها بسیار هستند در این موضوع که ما بعضی از آن آیات ها را تلاوت کردیم، لیکن ما باید اعتقاد کنیم که الله سبحانه و تعالی در آسمان بالای عرش است. کرسی بالای آسمان ها است، عرش بالای کرسی است، الله سبحانه و تعالی بالای عرش است. اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: ان الله كتب كتابا ان رحمتی وسعت غضبی فهو مکتوب عنده فوق العرش. با روایت بخاری، یعنی خداوند کتابی را نوشت که آن رحمتم و غضبم بالا شد، یعنی رحمتم از غضبم بالا شد و آن نوشته شده در نزد او. یعنی خداوند کتابی را نوشت که آن کتاب رحمتم بالای غضبم شد و آن نوشته شده در نزد او بالای عرش است. یعنی الله سبحانه و تعالی خبر داده بالای عرش است. پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادند. تمام امت اتفاق کردند که الله سبحانه و تعالی در آسمان است. اینچنین دیگر آیات ها دلالت به آن میکرد که الله در آسمان است، در بالا است. خدا در قرآن خبر داده میگوید: سبح اسم ربک الاعلی. یعنی تسبیح گوید به نام پروردگاری که بالا است. یعنی الله سبحانه و تعالی در این آیات دلالت به آن میکند که الله سبحانه و تعالی در بالا است. دیگر دلیل این است که الیه یصعد الکلم الطیب، یعنی سخنهای خوب به الله برداشته می شود. اینچنین حدیث جاری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میپرسند: الله در کجا است؟ میگوید: در آسمان. اینچنین با دیگر دلیل به این قول این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع میگویند: الا هل بلغت؟ فقالوا نعم.
يرفع أصبعه إلى السماء و یقول اللهم اشهد. یعنی پیامبر صلی الله علیه وسلم دین را کامل کردند، پس میگویند آیا من به شما بلاغت کردم، رسانیدم؟ آنها صحابگان بله گفتند. پس پیامبر صلی الله علیه وسلم لیلکشان را به آسمان نشان داده گفتند پروردگار تو شاهد باش. این نیز دلیل می شود که الله سبحانه و تعالی بالا است، بالای عرش. این است عقیده اهل سنت و الجماعت. اما بعض فرقه ها مثل جهمیه، معتزله اعتقاد دارند که الله در هر مکان است، در همه جا است. این عقیده، این اعتقاد خطا است که مخالف کتاب و سنت است. باید ما عقیده اهل سنت داشته باشیم و پیروی به پیامبر صلی الله علیه وسلم و به صحابگان کرده باشیم. این بود درس امروزه ما. چقدر در این موضوع سخن کنیم کم است. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.